سلام علیکم. امروز اومدیم یه جای خیلی قشنگ فوق‌العاده به نام شیخ زاهد گیلانی. شیخ زاهد گیلانی مقبره‌اش این بالا قرار داره. نگاه بکنیم پایینو چه قشنگیه، خیلی جای فوق‌العاده. ببینید لاهیجان دقیقا زیر پاتون. میبینید همینجوری میایم بالا و بعدش میایم اینجا خیلی با این سکوتش مردم هم میان اینجا میشینن کیف میکنن. دوری بزنیم باش. بعد ما برسیم خود آفتاب نشست کرده ولی قشنگ شاتای خوبی داره. اینجا مثل شم روشن میکنم. میکنم این زاویه نگیردیم. این هم مسیری که میان بالا دیگه. از این مسیر میان بالا. به دور زدیم. ثبت آثار ملی هم شده شیخ زاهد گیلانی. کاشی‌های قشنگشون. چیا اینجا چای هم میفروشی؟ بیا خب این آقا اینجا چای هم میفروشه. اسم شما چیه؟ اسم خادم شیخ زاهد هستم. فرزاد مولایی. فرزاد مولایی شما؟ فرزاد جان چیکار می‌کنی؟ چای هم من اینجا خادم معلمون اینجا 20 سال اینجا هستم. اینا نخست وزیر پاکستان اومده اینجا. من شیخ زاهد جد من هست. جد شماست؟ نه این گفت جد منه. من نه. اون میگفت؟ آره. نخست وزیر پاکستان. آره. آقا میگفت نخست وزیر پاکستان میگفت جد منه شیخ زاهد. چای هم میفروشه. اینا چای بهاره است بچه. چای بهاره ویژگیش اینه که تو بهار. این اسم منه های شیخانی من. چی گفتی یه چیزی تو داری؟ تابلوی من. تابلو خودش هم هست. این تابلو چیه؟ آقای خادم من اینجا. آها معرفی شده که ایشون آقای مولایی. کاری با خادم داشته باشیم. آره اینجا. آقای مولایی این قبر سیدزاده امام زاده است. از نماده های موسای کاظم میشه امام مفتون. شجرنامه نداره ولی زیارنامه داره. خب اینم مریدشه اسم نداره بنده خدا است. اصلا هیچ اسمی نداره. نه علیشان خانم آقا باشه. آها این مقبره آقا صدرضیه.
اینجا میریم. این حضرت شیخ استاد شیخ صفی اردبیلی بود، پدرخانه باشم بود. شیخ صفی اردبیلی شاگرد آقا بود، دامادش هم بود. اون بوقش اردبیلی اونجا هم خیلی قشنگه، میتونیم بریم. کتاب اینا هم دارن، 4 بار چاپ شده زندگی نامه شیخ زاهد. شیخ زاهد. الان دختر تیمور لنگه. دختر تیمور لنگه. من فکر کنم آرامگاه این زیر فرشه. اینجا موقع قدیما اینجا مزار بود. آدمای گنده رو بالا میذاشتن، آدمای ضعیف و پایین. آها. اینجا الان چیه قبر دختر تیمور لنگ. اینجا چرا اینجاست؟ میره تیمور امراد گذار میگه دختر زخمی میشه میاره پیش آقا مریض میشه میمیره قبرش اینجا میزنن. اول یعنی دختر تیمور لنگ اول قبرش اینجا بود بعد آقا اینجا نه اومده بود اینجا مریض شده بود میاره پیش آقا میمونه همینجا مریض میشه میمیره. قبر پیش مقبره آقا. نه یه زینه بود عاشقانه اینجا چلو خونش بود آقا. آها چلو خونش. آره سه دزی از جای دیگه میاره اینجا. آره درویش بودن آقا. شیخ زاهد درویش بود. سه دزی امام زاده است. آها بعدش دیگه بعد اینجا وقتی فوت هم میکنه دیگه همینجا میذاره. یعنی بعد از اینکه آقا فوت میکنه بعد ایشون هم میمونه اینجا. آها اینجا نوشته آره. آره همینجا هم میمونه. که نه این در مورد دختر تیمور اصلا هیچی ننوشتن. آقا این قبر تیمور این دختر تیمور لنگ شما میگی. خب خیلی خوب. دوستان از اینجا مقبره شیخ زاهد گیلانیه. بعدش هم البته از این نما گرفتم که بگم اینجا هم شمع روشن میکنن و خیلی فضای ایجاد کردن و شمع روشن کردن. این هم فضای قشنگی. سلام بر شیخ زاهد گیلانی در سال 615 قمری از پدری خراسانی تبار و از سرزمین مرو به نام روشن امیر و مادری از اهالی گیلان در قریه‌ای به نام سیاه اورود از توابع فومن متولد شد که نامش را تاج الدین ابراهیم گذاشتند. اجداد پدری او تا 7 پشت شیخ بودند که این لقب از القاب سلسله صفوی و معنای مراد و مرشد است. سلسله تبار شیخ زاهد با 15 عقبه به امام علی ابن ابی طالب میرسه که این 15 تباره که آخرش به امام علی میرسه. اون نمبراشه. ممنونم که همراه من بودین. امیدوارم که خوب بوده باشه، مفید باشه. سلام علیکم. امروز اومدیم
شیخ زاهد گیلانی براتون این فیلم تهیه کنیم. بعد شاید یه بخشیش اول تهیه کردیم نمیدونم چرا پاک شد، ولی دوباره براتون تهیه کردیم. شیخ زاهد گیلانی نور خوبی هم هست، قشنگه. تو لاهیجان اینجا، بین راه لاهیجان به طرف رنگ رودکن که میان 1 کیلومتر بیاین میتونیم این سمت راست بریم بالای کوه و اونجا بیاین شیخ زاهد گیلانی. امیدوارم که از این مکان هم خوشتون اومده باشه. حتما سفر کنید، فضای خیلی خوب و فوق‌العاده طبیعی داره، طبیعتش هم خیلی فوق‌العاده است. حتما از این فضای ایجاد شده